من اینجا ریشه در خاک دارم. من اینجا تا نفس باقی است میمانم. مردم ایرانو با هیچ چیزی عوض نمی‌کنن. بعد خودتون و آزاده هاتون و همتون خارج از ایران همه کار بکن، همه کار. با چشای خودم باور نمی‌کنین. بالای 20 آزاده رو دیدم. چجوری تمام نوع نتیجه هاتون تو خارج از ایران؟ ما بگیم خب تحریم ها برکات هم داشته. چه برکتی داره؟ یکی از آقازاده‌هایی که اسمشو عوض کرده هکتور، ببخشید معلومه واسه اون برکت داره. چه برکاتی؟ من فکر کنم اگه تو غار کهف هم میرفتیم، اصحاب کهف هم بودیم، میومدیم بیرون، چنین اتفاقاتی رو نمیتونستیم شاهد باشیم. تا سیاست خارجیمون رو درست نکنیم به هیچ عنوان نمیتونیم وضعیت اقتصادی مملکتمون رو به راه بکنیم. مگه میشه تو 1 سال گذشته دلار 1.5 برابر بشه؟ چجوری میتونن مسئولین ما راحت سرشون رو بذارن بخوابن؟ خیلیاشون شاید ایرانی نیستن که دلشون به حال ملت ایران نمیسوزه.